خب سلام دوستان، ارادتمند همه هستیم. خیلی وقت بود نبودیم. حالا انشالله دیگه از این به بعد استارت کار رو میزنیم و ویدیوهای معمولا سعی میکنم زود به زود ویدیو بذاریم. خب موضوع ویدیوی امروزمون وریفای کردن بات دیسکورد توی آپدیت جدید. بعضی از شرایط مثل 75 تا شدن سرورهای بات برداشته شده و به راحتی میتونید یه بات وریفای برای خودتون بسازید. خب مرحله اول شما باید یه وارد دیسکورد دیولوپر پورتالتون بشید به این لینک که حالا توی دیسکریپشن میذارم براتون. بعد داخل قسمت تیم بشید. تیم اینجا یه دونه تیم جدید میسازیم که حالا من اسمشو همین جوری میذارم. خب تیم جدیدی که ما ساختیم این شکلیه. خب حالا مثلا ما یه بات الان میخوایم بسازیم و اونو وریفای کنیم. نیو اپلیکیشن رو میزنیم، یه اسم مینویسیم. بعد از این پایین حتما حواستون باشه اینجا که نوشته تیم، اینجا تیمی که ساختیم رو بزنیم. حالا من ویدیو گذاشتم اسم تیمو اونجوری میسازیم. خب یه صفحه اینجوری برای ما باز میشه. باید داخل قسمتی که term of service URL باید این URL خود دیسکورد رو بذاریم یا حالا هرچی دوست داشتید. اگر خودتون میخواستین سایت بزنید برای رباتتون میتونین یه صفحه برای قوانین یا همون ترمش بزنین، یه صفحه برای پرایوسی URLش بزنید که حالا من برای خود دیسکورد میذارم. خب سیو میکنیم اینو، بعد وارد قسمت اپ وریفای اکشن میشیم. خب در اینجا چیزایی که نیاز داریم و به ما میگه. میگه این اولین شرطش میگه که ربات شما باید داخل یه تیم باشه که مال ما هست. میگه که از کلمات از زبانهای بد و این چیزا توش نباشه، یعنی پاک باشه اینجوری. بعد مرحله سومش هم باید همون لینک ترمو بذاریم. مرحله چهارمش هم همون لینک پرایوسی رو میذاریم. مرحله پنجم هم که هست باید یه دونه اینوایت لینک براش بذاریم که حالا میان توی اینشیالیزه اینجوری از صفحش. خب اینجوری که هست باید توی گوید اینستال باتو میزنیم و پرمیشن رباتمون رو میزنیم که وقتی بخواد اضافه بشه چه پرمیشنی بخواد بگیره. حالا ما ادمینستریتور گذاشتیم، سیو میکنیم، دوباره میریم تو صفحه اپ وریفای اکشن. خب این حالا برای بعضیا که تیکش نخورده این کارو بکنید اوکی میشه. دیگه چیز مهمی نداره به جز این که الان برای ما نیست. میگه که باید احراز هویت اونر ربات انجام بشه که شما متاسفانه با پاسپورت یا چیزای ایرانی نمیتونید، باید با پاسپورت‌های خارجی انجام بدید که میتونید پاسپورت‌های خارجی رو از تیم ما به یه قیمت خیلی خوب تهیه کنید که همون جوری آموزش استفاده و این چیزاش هم خودمون بهتون میدیم، هیچ مشکلی نداره. خب حالا من ویدیو رو استاپ میکنم، این مرحله رو انجام میدم و میام. خب دوستان الان تمام شرایط وریفای ربات ما انجام شده. حالا من بخوام یه توضیح هم در مورد اون مرحله‌ای که ویدیوشو نذاشتم بخوام توضیح بدم، باید عکس پاسپورتتون رو وارد کنید که گفتم با پاسپورت‌های ایرانی متاسفانه نمیشه و باید پاسپورت‌های خارجی استفاده کنید که میتونید به یه قیمت خیلی خوب از ما تهیه کنید و خودتون وریفای رباتتون رو انجام بدید. یا اگرم دوست نداشتید میتونید که به ما بسپارید، ما میتونیم براتون وریفای رباتتون رو انجام بدیم. خب اگر خواستید که یه وقت قصد خرید چیز داشتید، پاسپورت رو داشتید، به آیدی من که این آیدی هست میتونید پیام بدید یا اینکه وارد سرور ما بشید و از اونجا با من میتونید در ارتباط باشید. خب الان تمام مراحل ما انجام دادیم. این دوتا تیک هم میزنیم، وریفای اپ رو میزنیم، وریفای اپ رو دوباره میزنیم و ربات ما وریفای میشه. حالا بخوایم اینوایتش بدیم به سرورمون، لینکش رو کپی میکنیم، اینجا وارد میکنیم، اد تو سرور رو میزنیم و میبینیم که ربات ما وریفای. حالا اضافه میکنیم به سرور. خب
این ربات وریفای شده یه ماست که دقیقا همون اسمی که زده بودیم. حالا برای خرید پاسپورت هم که گفتم به آیدی من میتونید پیام بدید، آیدی من اینه، یا اینکه وارد سرور اک فروش بشید که لینکشو داخل دیسکریپشن میذارم. دیگه صحبتی نمیمونه، همین بود. امیدوارم که به خوبی از این آموزش استفاده کنید. با تشکر از شما، خدا نگهدار.